سلام دوستان گلم، به چنل من خیلی خوش اومدین. با مغز تخم کدو و یه سری تخم بادام زمینی و بادام و آنجور چیزا میخوام یه مغز خوشمزه و فوق‌العاده برای صبحانه درست کنم. غسال‌سازمون آماده است. همه رو میریزم تو پروسس و اونو پروسسش میکنیم. تو این مرحله یه مقدار کنجد هم بهش اضافه میکنم. یه میکس مخلوط میکس شده. گلم این مغز فوق العاده خوشمزه و پرمغذی بعد از 1 رو 20 دقیقه که با این میکسر حسابی کاملا همش میزنیم آماده است. اونو میریزم داخل شیشه. این مغز بادام رو که به این خوشمزگی عالی در اومده رو داخل شیشه ریختم. چقدر روغن پس میده. و این بادام زمینی های خوشمزه خوشنمک رو و بادام تفت داده و گردو رو هم میکس میکنم و در آخر این تخم کدو رو هم بهش اضافه میکنم که یک 4 مغز کاملا خوشمزه بشه. یه پینات فوق العاده خوشمزه پر روغنی بهمون داده که خیلی عالی خوشمزه است و خیلی خاصیت داره و اینکه شما نمیخواد که از این پینات های مصنوعی بگیرید که مال کارخونه است و کلی مواد افزودنی. خودتون توی منزل خیلی راحت میتونید با این پروسس یا همین میکسر غذا درست کنید. به این صورت این مغز که مقدار مخلوط شد تخم کدو رو هم اضافه میکنم و اونو کاملا میکس میکنم. یه 4 مغز فوق العاده خوشمزه میشه. یه پینات فوق العاده خوشمزه. این مرحله من کنجد رو میریزم داخلش که با این کاملا پروسس بشه و این روغن خوبی پس بده. دوستان گلم 4 مغز من و پینات من آماده است. همینطور که میبینین تو شیشه ریختمشون. هر دوشون آماده است. فوق العاده خوشمزه شده با عسل یا سیرپ یا هر چیز دیگه یا شیره خرما میتونین صبح اون رو میل بفرمایید. امیدوارم شما هم درست کنین از این پینات و 4 مغز فوق العاده خوشمزه لذت ببرید. به خدای بزرگ میسپارمتون تا یک ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.